سلام دوستان، من دکتر محمد صفایی هستم، داروساز. اگر شما یا یکی از عزیزانتون دارو مصرف میکنید، حتما براتون پیش اومده که بعد از مصرف دارو دچار علائمی مثل سردرد، حالت تهوع، بیخوابی و یا حتی حساسیت شده باشید. خیلی از این عوارض جانبی قابل پیشگیری هستند. فقط کافیه چند تا نکته مهم رو بدونید و رعایت بکنید. توی این ویدیو به شما 5 نکته طلایی و کاربردی رو یاد میدم که کمک میکنه داروهاتون رو با خیال راحت مصرف بکنید و از عوارض ناخواسته جلوگیری بکنید. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. اول از همه باید بدونیم که عوارض جانبی بخشی از ماهیت هر دارویی هست. هیچ دارویی بدون عارضه نیست، حتی داروهای گیاهی یا مکمل ها. مثلا پاراستامول یا استامینوفن که خیلی رایجه، اگه زیاد مصرف بشه میتونه باعث آسیب کبدی بشه. یا آموکسیسیلین که میتونه باعث اسهال و یا حساسیت بشه. بنابراین هدف ما این نیست که دارو مصرف نکنیم، بلکه باید دارو رو به صورت درست مصرف بکنیم. خب این سوال مطرح است که چطور دارو مصرف کنیم که دچار عارضه نشیم. همیشه دارو با یه لیوان آب ساده مصرف بکنید. آب میوه، شیر و یا نوشیدنی‌های کافئین دار مثل قهوه ممکنه جذب دارو رو تغییر بدن و یا با اون تداخل داشته باشن. مثلا آب گریپ فروت باعث افزایش سطح دارویی مثل آتورواستاتین در بدن میشه و میتونه عضله درد و یا آسیب کبدی به همراه داشته باشه. همچنین شیر جذب داروهایی مثل داکسیسایکلین که اینا آنتیبیوتیک هست رو کاهش میده و باعث میشه که دارو به خوبی عمل نکنه. سوال مهم دیگه که مطرح است اینه که دارو رو قبل یا بعد از غذا مصرف بکنیم. باید توجه داشته باشه که دارویی مثل مترونیدازول باید با غذا مصرف بشه، چون ممکنه باعث تهوع و یا ناراحتی معده بشه. در حالی که بعضی از داروها مثل بیسفوسفونات ها باید با معده خالی و به صورت نشسته مصرف بشن. مورد بعدی تداخلات دارویی است. خیلی مهمه که بدونید بعضی از داروها با هم قابل ترکیب نیستن. مثلا اگه همزمان آسپرین، وارفارین و داروهای ضد التهاب مثل ایبوپروفن رو مصرف بکنید، احتمال خونریزی شدیداً زیاد میشه. حتی مکمل‌های غذایی هم میتونه مشکل ساز بشن. مثلا کلسیم میتونه جذب آنتیبیوتیک‌های مثل تتراسایکلین رو کاهش بده. و یا ویتامین K ممکنه اثر داروهای ضد انعقاد خون مثل وارفارین رو کاهش بده. پس حتما با داروساز یا پزشک مورد اعتماد خودتون مشورت کنید و همه داروهایی که مصرف میکنید رو بهش نشون بدید، حتی داروهای گیاهی و مکمل ها رو. مورد بعدی نحوه مصرف منظم و دوز درست دارو هست. خیلی از عوارض جانبی به خاطر اشتباه در مصرف دارو هست. دوز رو اشتباهی زیاد و کم مصرف میکنیم یا دارو رو به موقع نمیخوریم. مثلا آنتیبیوتیک ها رو باید تا پایان دوره مصرف کرد، حتی اگر علائم بهتر بشن. قطع زود هنگام میتونه باعث مقاومت میکروبی بشه و یا عفونت برگرده. همچنین میتونیم از پیر ارگانایزرها و یا اپلیکیشن هایی که در این زمینه طراحی شدن هم استفاده بکنیم. بنابراین داروها ابزار قدرتمندی برای درمان بیماری ها هستند، ولی باید با آگاهی و دقت مصرف بشن. با رعایت این مواردی که مطرح کردم میتونید عوارض جانبی رو به حداقل برسونید و از داروها با خیال راحت استفاده بکنید. اگه سوالی در مورد داروها و یا تجربه از عوارض دارویی دارید، توی کامنت ها بنویسید، من حتما بهشون جواب میدم. اگه این ویدیو براتون مفید بود لطفا لایک کنید، سابسکرایب یادتون نره و اگه دوست داشتید اونو با دوستان خودتون به اشتراک بذارید. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشید.